خب ماه رمضان ماه طاعت، عبادت، خیر، احسان، سخاوت، جوانمردی، دوری شیطان، چندین نام‌ها را در بر میگیرند. لیکن اکنون که دهه آخره روزهای به شمار مانده است، ما درباره سخا صحبت میکنیم. اعلم ان سخاء من اخلاق الانبیاء. ای مسلمان به هوش بیا، سخاوتمندی و جوانمردی این اخلاق تمام پیغمبرای الله است. هر چیز به خودش اخلاق داره، تربیت داره، فرهنگ داره. جوانمردی و سخاوت پیشگی و دستیاری دراز کردن و یک بیچاره را کمک کردن و رمضانی را طعام دادن و به دادی بیوزن یتیم رسیدن، این اخلاق تمام پیغمبرا، از آن جمله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و هو اصل من اصول النجات. یکی از فوندامنت نجات از غضب الله سخاوت. همش در همین میدرو، زکات شم، صدقه شم، تحفه شم، ایتا شم، افطار شم، نان خیر شم، اینو همه اینا مجموعاً جمع میشوند در زیر سخاوت میدرویند. نعمتش همین بوده است که یکی از علامت های نجات بوده. انسان از غضب الله خلاص میخورده. قال نبی صلی الله علیه و سلم، جناب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: السخاء شجرة من شجر الجنة اغصانها متدلیة الى الارض فمن اخذ منها غصنا من اغصانها قاده ذلك الغصن الى الجنة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جوانمردی یک درخت از درختهای جنت است. شاخهای اون درخت در روی این زمین کشال است. هر انسان این شاخها را میقپه و این شاخها میداره به دستش، همچون جوانمرد در جامعه شناخته میشود، نانته و یاردمچی و خدمت کننده این شاخ کشیده او را جنت میبرد. هر انسان تینده نمیشه برادران، هر انسان نانته نمیشود. نان